کجا برم؟ خب بذار الان آیا ارتباطتون با جناب آقای احمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای احمدی سلام، شبتون بخیر. سلام علیکم، شب عالی بخیر. خسته نباشید، از دعایتون قبول. سلامت باشین، از شما هم قبول باشین. آقا در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من وقت دارم که صحبت کنم یا شما میایید تو صحبتم؟ من اگر کوتاه صحبت کنی نمیام تو صحبت، قول میدم. خیلی کوتاه فقط. من برای صحبت شرط دارم. اگر شرط منو پذیرفتین حرف میزنم، اگر نه خداحافظی میکنم. خب شرطتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه شرطتون شرطمو میخوام بگم. شرط من اینه که شما، البته این رو جسارت نباشه ها، اولا که به نمایندگان محترم مردم جسارت و توهین نکنین. 100%. دوما به دولت خدمتگزار که مورد تایید مردم هست و مورد تایید پی در پی رهبری معظم انقلاب حق هست تهمت و توهین نکنین. برنامه آیه چون بنده در این برنامه الان 1 ساعتی که نگاه میکنم این دو رو دیدم و حتما هم به شما یادآوری میکنم کجاها رو توهین کردید. لذا اگر که قول بدین که توهین نمی‌کنین بنده در خدمت. الان ما برنامه‌مون آیه احمدی برنامه کاملا ورزشیه. ما اصلا کاری به مسائل ما کاملا و این قضیه هم کاملا ورزشی نگاه می‌کنیم. ما اصلا کاری به مسائل سیاسی پیرامون این قضیه نداریم. برنامه ورزشیه. با شما سیاسی نمی‌خوام صحبت کنم. خب ما هم چون نگاهمون آقای احمدی چون نگاه ما کاملا ورزشیه به این قضیه، خب هر اتفاقی که غیر ورزشی رخ بده در فوتبال، در ورزش ما، اینو ما بر نمیتابیم، به خاطر اینکه ما همه مجموعه رو ورزش میده. برای چیه فیفا دخالت دولت رو در امور ورزشی نمیپسنده و میگه اصلا تعلیق میکنه فدراسیون؟ من این کارو اصلا دخالت میدونم، دخالت مسائل غیر ورزشی در داخل ورزش میدونم. به نظر شخصی من خودم و پس شما اجازه نمیدین ما حرف بزنیم؟ من اصلا حرف نمیدم. من دیگه آقا من ساکت میشم. نه من میخوام خواهش سومی هم بکنم. یا علی. شما ورزش رو فقط به خودتون منتسب نکنید. ورزش متعلق به همه ایرانیاست. شما وقتی اونجا میشینید میگین ما ورزشیانی همه مردم هیچ. ورزش متعلق به همه است. من خواهش میکنم حرمت مردم رو نگه دارید، حرمت دولت رو نگه دارید، حرمت نمایندگان مردم رو نگه دارید. ضمن این که به هر حال شما باید جایگاهتون اولا بگید. آیا شما مجری هستین یا قاضی؟ شما مجری هستین یا داور؟ شما مجری هستین یا ورزش؟ شما مجری هستین یا مربی؟ شما تا جایی که ما میدونیم مجری هستین. مجری باید نظرات مردم و مسئولین رو بشنوه، بعد اینا رو به هم منتقل کنه. من لذا خواهش میکنم اجازه بدین من 5 دقیقه صحبت بکنم، بعد شما هر چی دوست داشتین صحبت کنید. بفرمایید شما. فقط کوتاه‌تر از 5 دقیقه. ابتدا تسلیت عرض میکنم. ایام سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام اصحاب و یاران با وفایش رو خصوصا تسلیت عرض میکنم به جوانان عزیز که ورزش دوستن و پیرو حضرت قمر بنی هاشم که الگوی جوانهای عزیز ایران اسلامی و جوانهای مسلمون هم. این ابتدای عرایزم. ببینید جناب آقای فردوسی پور عزیز، من عرض کردم که شما اگر قائل به این باشین که باید نظرات مردم و مسئولین رو به هم ارتباط بدین، بسیاری از این ناهنجاریایی که شما یه مقدار دارین به طرفش میدین پیش نمیاد. یعنی باورتون باشه که دیگران هم جوونا رو دوست دارن هم ورزش رو. من سیاسی به قضایا نگاه نمی کنم. من انتظارم این هست که منصفانه نگاه کنیم. برای اینکه میخوایم از صحبتمون از بحثمون نتیجه حاصل بشه. الان میلیون ها نفر در حال تماشای برنامه، هزینه مادی و معنوی هم که این رسانه ملی داره، بعد بخوایم متعصب حرف بزنیم قطعا دلخوری پیش خواهد بود. حضرت امام میفرمایند که جان همه ایرانی‌ها و مسلمین هست. میفرمایند جوانهای ما باید به علی بن ابی طالب اقتدا کنند. حال سوال من این است که آیا جناب عالی به حضرت علی علیه السلام اقتدا کردید که توهین میکنید به نماینده مجلس که حضرت امام او را در رأس امور میداند و میگید که برای رأی آوردن این کارو کرد؟ واقعا شما ایمان دارید که یک شخصی، اگر شما ایمان دارید، آیا چند 10 میلیون
که الان بیننده این برنامه هن، اونا هم یقین دارن که این نمایندگان برای رأی آینده خودشون این کارو کردن؟ یا اینکه تصمیم دولتی که دشمنان اون استکبار و صهیونیسم هستن و همیشه هم مورد تایید مقام معظم رهبری بوده، میفرمایید این تصمیم یک شو بوده؟ آیا این واقعا توهین نیست؟ یا منی که دارم میگم این توهین رو نگی این یک سیاسی کاریه؟ اصلا این سیاسی نیست. من شما رو برادر خوب و عزیز خودم میدونم که الان خدا به شما یک فرصتی رو داده، میشینید اونجا یک تنه، دیگران فقط باید شنونده باشن، بعد تصمیم دولت رو شو فرض میکنید که این هم منصفانه نیست. من متاسفم برای این موضوع. حال دولت از مدت‌ها قبلا خب میدونیم تصمیم گرفته به تمرکز زدایی از تهران پایتخت. شما این برش هم نگاه بکنید که وزارتخونه ها، سازمان ها و دیگر مجموعه ها رو به استان‌ها تقسیم کنه. حالا هم تصمیم گرفته از یک شهری که این موضوع مورد بحث شما و مجموعه مثل تیم فوتبال تعداد زیادی رو در خودش داره، بخشی از اون رو به یک استان بده. ببین الان اشتباهی که داره اینجا صورت میگیره که من مطمئنم عمدی درش نیست و شما دارین تبلیغش میکنید، میفرمایید که یک تیم به عراق داده شده. نه، استان مرکزی 30 و چند شهر داره که عراق یکی از اوناست. این تیم به استان مرکزی داده، به استان حضرت امام داده شده، نه به شهر عراق، نه به شهر شازن، نه به شهر محلات، نه به شهر ساوه، نه به شهر خمین، به همه اینها داده شده. خب شما 5 دقیقه تموم شد دیگه. نه خب حالا به عنوان مثال من الان میگن 6 دقیقه، 5 دقیقه تموم شد. 5 دقیقه دیگه تمام صحبتم. یعنی خب میتونید شما صحبت کنید اما من صحبتم نیمه تمامه. اجازه میخوام باز هم به من فرصت بدید تا صحبت. آقا شما فقط یه 5 دقیقه شرط گذاشتید که صحبت کنید. الان طبق پیش شرط خودتون گفتید 5 دقیقه من صحبت میکنم. خب نه، اگر شما وقت دادین بازم صحبت میکنم. اگر میدونم که اگه وقت بدم شما کلا میتونید. آخه من میتونم درباره صحبت شما حرف بزنم؟ بله بفرمایید با هم بحث بکنیم. اولا که من بازم میگم کل مواضع من کاملا ورزشی، هیچ کاری اصلا من به سیاست ندارم، اصلا مهم نیست. از شما یه ببینید آقا من صحبت کنم. شما 5 دقیقه دولت رو شو نامیدید. چرا؟ من اصلا اونه که منظورم کامل من براتون توضیح میدم. اولا که دین و ایمان فقط مال شما نیست آیه محترم. این یه چیز خیلی طبیعیه. دین همه دین و ایمان دارن برای خودشون. این که فقط مال شما نیست. شما صحبت کردید سری تهمتایی زدید. این که من در مقام دفاع از خودم میگم دین و ایمان هر کسی برای خودش داره. حالا به اونی به خود شخص مربوطه. این یک. بعد اینکه من گفتم در اول من اسم نبردم، اما این که شما دقیقا نگاه کنید همیشه این نمایندگان محترم مجلس دنبال اینن که آقا برای این که من استنباط شخصی منه، شاید اشتباه باشه، اما استنباط اجازه من صحبت کنم. آقا ملی نباید بگیم. نه اجازه بدید. من میگم آقا چرا اینا برای شهر خودشون تلاش نمیکنن تا که یه دفعه تیمی میبینن که اونجا صاحب نداره میتونن راحت صاحبش بشن، میگن آقا ما این تیمو میگیریم میاریم این شهر، ما این تیمو میاریم این شهر. این دقیقاً این یه رقابت شده بین نماینده محترم مجلس. اما من این سوالم چرا مثلا آقا یحیی زاده که نماینده تفته خیلی هم ورزشی هست هیچ وقت هم چیکاری نمیکنه؟ این سوال برای من پیش اومده، چون ایشون حداقل ورزشی تر از بقیه است، این قضیه رو دنبال میکنه. شاید دنبال این قضیه هم نیست. یه چیزی که خیلی بدیهیه اینه که آقا تو این قضیه صرفا ورزشی نگاه نمیشه. خیلی طبیعیه آیه احمدی عزیز. چی شد؟ بفرمایید من دارم گوش میکنم. بعد این بحث تمرکز زاده شما آقا خیلی خوبه. من گفتم بارها گفتم به خدا این تمرکز زاده خیلی خوبه، تیم‌ها پخش شدن، شهرها همه طرفدار، به خود این راهش نیست. ما میگیم راهش این نیست. آقا فیفا قانون گذاشته میگه آقا جان نباید مقامات سیاسی، دولت نباید در ورزش دخالت کنه. ورزش و ورزشی‌ها باید درش تصمیم میگیرن. تو این قراردادی که بازیکن‌های از فوتبال استان تهران اومدن ثبت کردن آقا نوشته محل قرارداد محل بازی‌ها تهرانه. این اصلا نقض قانونه که آقا تیم رو بدین عراق، اصلا هر جا بدین، اصلا هر شهری. یا من مال رفسنجانم بدید تیم به شهر رفسنجان، بشه تیم نفت رفسنجان. تیم نفت تهران در سال چقدر هزینه داره؟ من نمیدونم، به حال داره دیگه. حالا مثلا شما میانگینش رو بگی، نمیخوام عدد دقیق رو بگی. من فکر می‌کنم این تیم‌ها چون 5-6 میلیارد باید باشه. حالا چه کسی یا چه سازمانی این 5-6 میلیارد رو تا حالا تامین کرده؟ از نهاد دولتی تامین میشه. خدا بابات رو بیامرزه.